بریم برای یک آموزش میکاپ بی‌نظیر که به درد همتون میخوره. اول از یک آبرسان برای کل صورتتون استفاده بکنید. یادتون باشه حتما باید قبل از میکاپ از یک مرطوب کننده یا یک آبرسان استفاده بکنید. اگه ضد آفتابی دارید که صورت رو خیلی خوب مرطوب میکنه، از ضد آفتاب هم میتونید استفاده کنید. این باعث میشه کرم پودرتون خیلی فرش و تازه روی صورتتون دیده بشه. از یک کرم پودر سبک که هم رنگ پوستت باشه استفاده کن. یاد باشه که باید رنگ پوستت با کرم پودرت نزدیک به هم باشه، نباید خیلی تیره تر یا خیلی روشن تر باشه و نباید کرم پودرت خیلی سنگین باشه که باعث بشه پوستت خسته نشون بده یا اینطوری به نظر برسه که خیلی زیاد میکاپ کردی. با استفاده از یک بیوتی بلندر نمدار کرم پودر رو روی کل صورت پخش کن و به صورت ضربه‌ای با فشار دست ملایم ضربه بزن. اینجوری کرم پودر خیلی خوب روی سطح پوستت میخوابه و کاملا یک دست میشه پوستت. از یک کانسیلر سبک با یک رنگ طبیعی استفاده بکن. از رنگ کرم پودر 1 تا 2 درجه روشن‌تر باشه، نه 10 درجه. این خیلی مهمه که باعث بشه کاملا خستگی صورتت از بین بره و در واقع در این حال هم نشون نده که خیلی میکاپ داری. بعدم با همون بیوتی بلندر مرطوبت بیا سر جای خودش بلندش کن، دقیقاً به همین حالتی که من دارم میزنم. دقیقاً همین جایی که من کانتور کردم رو تو هم کانتور کن، چون به صورتت خیلی بعد خوبی میده. به صورت ضربه‌ای با یه براش یا همون بیوتی بلندرت به صورت رفت و برگشتی کانتورت رو بلند کن. من از یک کانتور چرب استفاده کردم. از یه رژگونه صورتی مایع استفاده کن. اینجوری صورت رو خیلی کیوت و عروسکی نشون میده. بزن روی استخون گونه هات، دقیقاً بالای کانتورت، روی چونه، یک کوچولو روی لب، یک کوچولو هم روی بینی. اگه دلت خواست میتونی یک کوچولو رو پیشونی هم بالای ابروهات هم بزنی. بعد خیلی خوب بلندش کنی. این قسمت خیلی مهمه. یادت باشه باید تمام اجزای صورتت رو، مخصوصا زیر چشمت چون چین داره، حتما باید خوب خشکش بکنی با استفاده از پودر فیکس یا پودر بیک. یادت باشه که از پودر فیکس و پودر بیک های خیلی سبک و ملایم استفاده بکنی. با یه براش از زیر چشمت شروع بکن و رو قسمت خط لبخندت، چونه، پشت لب، بینی، پیشانی، آروم آروم تمام قسمت صورتت رو خشک بکن. بتکونش و بعد روی کل صورتت بزن. یک کوچولو رژگونه خشک و بردار روی استخون به سمت شقیقه ازش استفاده کن. دقیقاً همینطوری که من دارم انجام میدم. یه اسپری آبرسان از یه هایلایتر خیلی کم روی گونه هات استفاده کن. از همون کانسیلرت یک کوچولو روی پشت پلکت بزن. بعدم کاملا فیدش کن با بیوتی بلندرت. از هر پلت سایه‌ای که داری از یه رنگ خیلی طبیعی و نچرال استفاده کن. خوب بتکونش و روی قسمت جلوی چشمات کار کن. از یک سایه قهوه‌ای متوسط و یک براش بلندینگ استفاده کن و روی نیمه چشمت کار کن به سمت خارج چشمت. خوب نگاه کن. دقت کن که رنگ سایت رو به ابرو نزدیک نکنی. یک کوچولو از سایه شایندار قهوه‌ای و بژ استفاده کن برای وسط پلکت. خیلی کم ولی به اندازه. کاملا 2 سمت چشمت رو قرینه کار کن. همون رنگایی که برای بالای چشم استفاده کردی یه کوچولو برای زیر چشم هم استفاده کن. ببین چه خوب میشه. یه ریمل پر بزن به این حالت. اول رفت و برگشتی، بعد بکش بالا. یه کوچولو با یه خط لبه رنگ نسبتاً تیره کادر لبت رو مشخص کن. اصلا لباتو از لب اصلی خودت بیرونتر نکش، چون از نزدیک خیلی مشخص میشه. نگار از یه رژ لب خوش رنگ استفاده کن که کاملا صورتتو خیلی سرحال و شاداب نشون بده. اگه هم خواستی خیلی براش سنگ تموم بذاری از یه برق لب استفاده کن.